کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 4 اکتبر سال 2023 در یک اظهارات ویژه سر و صداهای برخاسته در شبکه‌های اجتماعی درباره گویا به تاجیکستان دادن زمین‌های در حدود ناحیه جان‌اولوی ولایت اوش را رد کرد. این ناحیه با ناحیه اکثرا قرقیزنشین لخش یا جرگتال در وادی رشت در شرق تاجیکستان هم مرز است. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی نشر شد که در آن ادعا می شود که گویا بر اساس توافقات مرزی جانب قرقیزستان زمینی را که در آن مزار کوچولکوخان یا آلتین مزار جایگیر شده است به تاجیکستان داده است. این مزار در نزدیکی مرز با ناحیه لخش تاجیکستان جایگیر شده است. اما کمیته امنیت قرقیزستان در اظهاراتش این را رد کرد و گفت نیروهای منفعت‌دار در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها پیرامون گویا به جانب تاجیکستان دادن زمین‌های قرقیزستان معرکه هدفمندانه را با مقصد بی‌آبرو کردن مقامات دولتی برو انداختند. معلومات نشر کرده کاربران اساس ندارد. به این دلیل کمیته دولتی امنیت ملی از شهروندان خواهش می‌کند که به چنین اغواها داده نشوند. همچنین از اهل جامعه خواسته می‌شود که تنها به معلومات رسمی نهادهای دولتی توجه کنند. یادآور می‌شویم روز 2 اکتبر در بودکند دوره نوبتی مذاکرات مرزی هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان دایر شد. در انجام آن سند با نام پروتکل رقم 44 به امضا رسید. رهبران کمیته‌های امنیتی دو کشور سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف که رهبری هیئت‌ها را در مذاکرات بودکند بر دوش داشتند اظهار کردند که این سند را به سوی حل نهایی مشکلات مرزی دو کشور باز می‌کند. متن پروتکل امضا شده چاپ نشده است و این در هر دو طرف مرز باعث به وجود آمدن سر و صداهای گوناگون پیرامون گذشته‌های احتمالی طرفین شده است. پیمان ملی یک ائتلاف نیروهای اپوزیسیون تاجیک نیز روز 4 اکتبر از حکومت خواست که در جریان مذاکرات با قرقیزستان جماعت واروخ را همچون انکلاو نباید پذیرد. در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.